به نام آن که دل کاشانه اوست. به نام آن که دل کاشانه اوست. نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت. چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به پایان نثار یکایک شما هواداران زبانهای خارجی، زبان آموزان ارجمند. درس 21 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. خب در درس‌های گذشته درباره فعل امر یعنی صیغه امر گفته گذاشتیم و در این درس باشد درباره present simple یعنی زمانی حاضره ساده در زبان انگلیسی خواهیم صحبت کرد. خب یک لحظه دوستان گرامی. بله، present simple unit 11 یعنی قسمت 11 و در صفحه 60 قرار داریم. موضوع درس امروزه present simple یعنی زمان حاضره ساده و در این درس جانشین های شخصی I, you, we, they رو میگیریم. هم در حالت یعنی جمله های خبری، جمله های منفی، جمله های سوالی و جواب های کوتاه. خب در اینجا رسم یک رو نگاه کنیم. دو دخترچه با هم گفتگو دارن یا دو هم‌صنف گوییم اگر خطا نمیکنیم. یعنی سوال میکنند Can you tell me about your day? Can you tell me about your day? میتونی درباره روز خودت به من خبر دهی؟ It's for my school project. یعنی وای لایحه مکتبی من است. School مکتب، project لایحه می شود، لایحه نقشه. It's for my یعنی لایحه مکتبی من است. برای it's for این برای لایحه مکتبی من است. البته در اینجا لایحه اونقدر طوری نمیگیره در ترجمه، بنابراین خوب میشود که وظیفه بگیم بهتر است. یعنی وظیفه خانگی من است، این وظیفه مکتبی من است. یعنی و در جواب زوی میگه yes of course. بله البته. of course یعنی البته. و دارد نقل کردن رو آغاز میکند. میگه I get up at 7 o'clock. من ساعت 7 از خواب میخیزم. I have breakfast. I drink a glass of milk. و من صبحانه تناول میکنم. یک استکان شیر مینوشم. رقم 4 رسم 4 I go to school. من به مکتب میروم. و در اینجا سوال میکند این همصنفش که Do you walk to school? آیا به مکتب پای پیاده میروی؟ قدم زده میروین؟ و زوی جواب میدهد No I don't. نه پای پیاده نمیرویم. My friends and I take the bus. دوستانی من و من با اتوبوس میرویم. یعنی من و دوستانم با اتوبوس میرویم. take گرفتن میشود، اما در اینجا یعنی با واسطه یعنی سوار شدن به اتوبوس رو take the bus میشود. In the evening I do my homework. و در شامگاهان من وظیفه خانگیم رو تیار میکنم. evening یعنی شام، شامگاهان، بگاهی. positive I get up at 7 o'clock. من ساعتی 7 میخیزم از خواب. You have breakfast every day. تو هر روز صبحانه تناول میکنی. We do homework in the evening. ما شامگاهان و وظیفه خانگی رو تیار میکنیم. They do homework in the evening. آنها شامگاهان وظیفه خانگیشون رو تیار میکنن. جمله منفی I do not یا اینکه I don't. یعنی do not شکل پره و don't شکل کوتاه شده یعنی مختصر.
I don't get up at 7 o'clock. من ساعتی 7 نمیخیزم از خواب. You don't have breakfast every day. تو صبحانه تناول نمیکنی هر روز. یعنی تو هر روز صبحانه تناول نمیکنی. We don't have breakfast every day. ما هر روز صبحانه تناول نمیکنیم. They don't do homework in the evening. یعنی اونها در شامگاهان وظیفه خانگیشان رو تیار نمیکنن. و جمله سوالی Do I get up at 7 o'clock؟ آیا من سحر ساعت 7 میخیزم از خواب؟ Do you have breakfast every day؟ آیا شما هر روز صبحانه تناول میکنید؟ Do we have breakfast every day؟ آیا ما هر روز صبحانه تناول میکنیم؟ Do they do homework in the evening؟ آیا اونها شامگاهان وظیفه خانگی تیار میکنند؟ خب اینها بودن همش جمله های سوالی و جواب های کوتاه. Yes I do، بله من انجام میدهم. Yes you do، بله تو انجام میدهید. Yes we do، بله ما انجام میدهیم. Yes they do، بله آنها انجام میدهند. اگر جواب نباشد یعنی نه من انجام نمیدهم. No I do، No I don't، No I don't، No you don't، No they don't، No we don't. خب در اینجا توتی میگه we use the present simple to talk about things we do regularly. یعنی میگه ما زمان حاضره ساده را هنگام استفاده میکنیم که برای صحبت کردن درباره چیزهایی که آن را ما به شکل معمولی یا عادتا انجام میدهیم. مثل اینکه یک کس مثلا هر روز به مکتب می رود یا در یک هفته 5 روز به مکتب می رود یا هر روز صبحانه تناول میکند یا هر روز مثلا کتاب میخواند، این رو میتواند به همین زمانی حاضره ساده بیان کند. خب میگذاریم به تمرین ها. در اینجا write میگه بنویس. positive یعنی علامت درست، یعنی positive یعنی مثبت جمله های مثبت هستن، اینها رو جمله های منفی کردن در کار. خب در اینجا میگه I drink milk، I don't drink tea، یعنی میگه من شیر می نوشم، من چای نمی نوشم. We play basketball، ما بسکتبال بازی میکنیم. We don't play football، ما فوتبال بازی نمیکنیم. You take the bus to school، یعنی تو با واسطه اتوبوس به مکتب می روی. You don't take a taxi، و تو و شما با واسطه یا که شما تاکسی سوار نمیشید، مثلا تاکسی کرایه نمیکنیم. They read comics، یعنی اونها مجله های فکاهی میخونن. کامیک گفته مضحک میشود، خنده‌آور، شوخی. خب اما در اینجا شکل جمع هست. وقتی که شکل جمع آمد، کامیکس آمد، معنا یک کمی تغییر می‌یابد، به معنای مجله فکاهی میشود. مجله فکاهی یعنی مجله ظرافتی، مجله مسخروی، مجله شیرین گفتاری. یعنی کمدیا میگم که در زبان روسی یعنی کمدیا، اما کامیک یعنی کمدیا میشود با زبان روسی. خب they don't read books، اونها کتاب نمیخونن. we eat bananas، ما بنانه میخوریم. we don't eat strawberries، ما قلفینای نمیخوریم، یعنی اون کلوبنیک. I get up at 8 o'clock، من ساعت 8 از خواب میخیزم. I don't get up at 7 o'clock، من ساعت 7 از خواب نمیخیزم. خب تمرین رقم 2 write questions and answers. میگه سوال و جواب ها رو نویسید. مثلا در اینجا you get up آورده است، این رو باید جمله سوالی کنیم. Do you get up at 7 o'clock؟ Yes I do. آیا تو ساعت 7 از خواب میخیزی؟ بله. بله ها، یعنی I do من انجام میدیم، یعنی من همون کار رو انجام میدهم. مقصد جواب ها. Yes they drink. Do they drink juice in the morning؟ آیا اونها در سحر شربت می نوشن؟ No they don't، نه نمی نوشن. Do you like cherries؟ آیا تو آلو چرا دوست می داری؟ No I don't، نه دوست نمی دارم. They take
Do they take the bus every day آیا آنها هر روز اتوبوس سوار میشوند؟ Yes they do. بله سوار میشوند. Do you do your homework? Uh, do you do your homework in the evening? آیا تو هر بگاه وظیفه خانگی رو انجام میدهی؟ خب در این جواب yes I do. بله انجام میدیم. یعنی انجام میدیم یعنی تیار میکنم مثلا. تمرین رقم 3 I جای خالی و در زیر نگاه کنیم brush گفته همون قلمو میشود یا به زبان روسی شاتکه و به معنای فعل نیز میآید یعنی دندان ها رو شستن. I brush my teeth every morning. من دندان هایم رو هر سحر میشویم. We go swimming every Sunday. ما هر روزی یک شنبه به شناواری میرویم با آبازی میرویم. خب they don't like spinach. آنها اسفناج را دوست نمیدارند. رقم 4 Do you play football every Saturday? آیا شما هر روز شنبه فوتبال بازی میکنید؟ خب رقم 5 Do you watch TV every day? آیا شما هر روز تلویزیون تماشا میکنید؟ رقم 6 جمله خبری است We don't eat pizza every day. ما هر روز پیتزا نمیخوریم. خب در اینجا درباره he she it یعنی ما در بالا I you we they گرفتیم یعنی جانشین های I you we they را گرفتیم. اکنون باشد جانشین های he she it را با هم میگیریم. خب در این رسم یکم میگه chocolate cake یعنی تورتی شکلاتی. It's for Vicky. این برای ویکی است. Today is her birthday. امروز زادروزی وی است. Does she like chocolate cake? آیا وی تورتی شکلاتی را دوست می‌دارد؟ و در رسم دیوم یکنیم برین میگه No she doesn't. نه دوست نمی‌دارد. و زوی میگه Vicky doesn't like chocolate cake. و میگه ویکی تورتی شکلاتی را دوست نمی‌دارد. نمی‌پسندد. در اینجا باشه توتی حیران شده است در تعجب مونده است و برای میگه she likes music یعنی وای موسیقی را دوست می‌دارد و زوی میگه that's right بله درست است go and buy a CD for Vicky میگه برو یک دیسک CD دیسک یعنی بخر برای ویکی و دیو میگه اوکی خوب یعنی و در اینجا توتی چیز گفتنی است اما در اینجا نمیگه وقتی که دیو میرود بعدا توتی میگوید که you are very naughty naughty به فکرم دیوانه میشد دیوانه Vicky loves chocolate cake یعنی ویکی تورتی شکلاتی را دوست می‌دارد و زوی میگه yes but Dave doesn't know بله دوست می‌دارد لیکن دیو این را نمی‌داند یعنی دیو را فریب کردن یا یک شوخی کردن دیو رفت به سوی دیسک خری و اینها شروع کردن به خوردن تورت. خب در اینجا ناوتی آمد از یک لحظه دوستان گرامی کلمه ناوتی را ببینیم ناوتی یک لحظه خب ناوتی یعنی به آداب بدرفتار نافرمان یکرو شیطان بدزاد شریر. خب در اینجا ما دیوانه گفتیم یعنی یک کمتر اشتباه کردیم
خب naughty بеодоб мешудаст, бадрафтор. یعنی در اینجا خصوصا بچه, یعنی به سوی بچه میگفتین. خب در این کتاب به سوی دختر, یعنی هم دختر هم بچه گفتستن. خب بеодоб بدرفتار ترجمه میکنیم. بеодоб و بدرفتار یعنی you are very naughty, شما خیلی بеодоб هستین. و یکی loves chocolate cake, و یکی تورت شکلاتی را دوست می‌دارد. Yes, but Dev doesn't know. بله, لیکن دیو این رو نمیداند. Now دانستن می شود. خب گراماتیک میگیریم. یعنی در اینجا توتی میگه we use the present simple to talk about facts. و ما زمان حاضره ساده رو برای فکت, یعنی برای همچون دلیل, یک چیزی که حقیقت دارد, واقعی است, برای اون نیز استفاده میکنیم. مثلا مثل اینکه آفتاب هر سحر مثلا چیکار میکنه, میبراید. یعنی یکم وقت تغییر نمیواد, یعنی آفتاب مثلا, یا غروب میکنه مثلا. مثل اینکه یک چیزای فکت هستن, دلیل هستن, واقعیت هستن مثلا. خب برای فکت استفاده می شود. خب یک بار دیگه فکت رو می بینیم. فکت. خب یک لحظه دوستان, معذرت زیاد. فکت با یعنی گمانی بنده, یعنی دلیل می شود. اما یک بار دیگه ببینیم خوب می شود, یعنی معلوماتی نادرست نرود, یعنی معلوماتی نادرست ثبت نشود در ویدیو. فکت. خب فکت واقعیت, بله خیلی گفتیم واقعیت, یعنی واقعیت امری مسلم, یعنی امری که هر روز انجام می‌یابد. فکت یعنی سند و حقیقت, اطلاعات, عمل. خب دیگه همون حقیقت, یعنی واقعیت و حقیقت, و معنای واقعیت و حقیقت یعنی خیلی نزدیک است. یعنی we use the present simple to talk about facts, یعنی ما استفاده می‌بریم زمان حاضر ساده را برای گفتن درباره واقعیت و حقیقت. یعنی واقعیت حقیقت چی است؟ یعنی همین مثل آفتاب برآمدن و طلوع کردن و نشستن, اینها یک چیزی است که واقعیت هستن, حقیقت هستن, یک وقت تغییر نمی‌یابند. خب در اینجا میگه he likes chocolate cake. اگر شما اهمیت داده باشید در بالا فعل‌هایی که در زمانی حاضر ساده استفاده می‌شوند همراه جانشین‌های I, you, we, they s نمیگیرن. اما وقتی که همراه he, she, it استفاده شدن s میگیرن. یعنی s علاوه میشه در فعل‌هایی که با همراهی جانشین‌های he, she, it میاد. مثل اینکه میگه he likes chocolate cake. اگر من بگم چی, مثلا من دوست می‌دارم, پس میگم که I like chocolate cake. اما وقتی که he که شد وای s میگیرد. He likes chocolate cake, یعنی وای تورت شکلاتی را دوست می‌دارد. یا she runs fast, وای تیز می‌دود. It runs fast, وای تیز می‌دود. He does not شکل پره, he doesn't شکل مختصر. He doesn't like chocolate cake, وای تورت شکلاتی را دوست نمی‌دارد. She doesn't run fast, وای تیز نمی‌دود. It doesn't run fast, وای تیز نمی‌دود. و جمله سوالی does he like chocolate cake اگر اهمیت داده باشد با همراهی جانشین‌های I, you, we, they do می آمد, do, اما همراه جانشین‌های he, she, it does می آید. Does he like chocolate cake? آیا وی تورت شکلاتی رو دوست می دارد, می پسندد. Does she run fast? آیا وی تیز می دود. Does it run fast? آیا وی تیز می دود. خب جواب‌های کوتاه مثلا yes he does, yes she does, yes it does. بله
No he doesn't. No she doesn't. No it doesn't. نه. خب در اینجا باز یک قاعده شخصی سیوم است، یعنی spelling rules. طرز تلفظ spelling rules یعنی قاعده های طرز تلفظ. third person singular یعنی شخصی سیومی تنها، مثل he she it مثلا. بعضی حالت اس میگیرد و بعضی حالت ای اس میگیرد. در کدام حالت اس میگیرد؟ مثل like likes، play plays، sit sits. اما در دیگر حالت ها مثلا مثل do does، go goes، wash washes، watch watches، در این حالت ها ای اس میگیرد. خب تمرین کار میکنیم. choose and write انتخاب کن و نویس. like eat play buy take drink یعنی like دوست داشتن، eat خوردن، play بازی کردن، buy خریدن، take گرفتن، drink نوشیدن. positive یعنی مثبت. Vicky likes chocolate cake. ویکی تورت شکلاتی رو دوست می‌دارد. The cat drinks milk یعنی گربه شیر می‌نوشد. Brain reads books یعنی brain کتاب می‌خواند. Dev plays football. Dev فوتبال بازی می‌کند. Zoe takes the bus to school. زوی اتوبوس سوار میشد برای با مکتب رفتن. کارکی eats ice cream. eats ice cream یعنی کارکی یخماس میخورد. اما جمله های منفی she doesn't like spinach. she doesn't like spinach یعنی وی اسفناج رو دوست نمیدارد. it doesn't drink orange juice. وی شربت افلاسیونی رو نمی نوشد. he doesn't read comics. وی مجله های ظرافتی رو نمی خواند. he doesn't play tennis. وی تنیس بازی نمی کند. she doesn't take a taxi. وی تاکسی کرایه نمی کند. he doesn't eat tomatoes. وی پامیدار نمی خورد. و رقم 5 read and write یعنی بخوان و بنویس. Zoe Friday play football. Saturday get up at 11 o'clock. Sunday go to the park. یعنی روز جمعه والیبال بازی میکرده است و روز شنبه ساعت 11 از خواب میخسته است. Sunday یعنی روز یک شنبه با باغ میرفته است. Brain Friday watch TV روز جمعه تلویزیون تماشا میکرده است. Saturday wash dad's car یعنی ماشینی پدرش رو میشسته است. Sunday روز یکشنبه do my homework روز یکشنبه وظیفه خانگیش رو انجام میداده است. در اینجا نگاه کنیم، یکم از زوی هست، دوم از برین است. یکم زوی plays football every Friday. خب در اینجا every روزای جمعه بود. زوی هر روز جمعه فوتبال بازی میکند. She at 11 o'clock every Saturday. She gets up میشود. She gets up at 11 o'clock every Saturday. و هر روز شنبه ساعت 11 از خواب میخیزد. She goes to park every Sunday. و هر روز یک شنبه به باغ میرود، به پارک میرود. Brain watches TV every Friday. Brain هر روز جمعه تلویزیون تماشا میکند. He washes his dad's car every Saturday. و هر روز شنبه ماشین پدرش رو میشوید. He does his homework every Sunday. و هر روز یک شنبه وظیفه خانگیش رو تیار میکند. They do these things every weekend. یعنی اونها این چیزها رو هر روز شنبه و یک شنبه انجام میدن. وقتی که هر روز شنبه و یک شنبه انجام دادن، پس این عادت میشود برای اونها، یعنی از زمانی حاضره ساده استفاده میکنه. تمرین 6 Look at exercise 5 write questions and answers. یعنی با تمرینی با مشق 5 نگاه کن و جوابها و سوالها و جوابها رو نویس. Does Zoe play volleyball every Friday?
Yes he does. Yes she does. در اینجا باشد does she gets up at 7 o'clock every does she get up at 7 o'clock every Saturday آیا هر روزی شنبه ساعت 11 از خواب میخیزد no ساعت 7 از خواب میخیزد no she doesn't نه نمیخیزد she gets up at 11 o'clock وای هر روزی وای ساعتی 11 از خواب میخیزد خب جمله سوالی است to the cinema every Sunday does اگر زوی را در نظر داشته باشد خب زوی بله زوی است does she go to the cinema every Sunday خب اینجا نگاه کنیم هر روزی Sunday نه به سینما نمیرفت پس میتوانیم بگیم که no she doesn't she goes to the park every Sunday وای هر روز یک شنبه به باغ میرفت به پارک میرفت اما به سینما نمیرفت خب در اینجا does brain watch TV every Friday نگاه کنیم اگر هر روز جمعه بله yes he does مثلا تمام جمله تمام شد does he his dad's car every Sunday نه جمله نادرست است پس میگیم که در اینجا سوال است does he wash his dad's car every Sunday no he doesn't he washes his dad's car every Saturday خب does he do his homework every Saturday no he doesn't he does his homework every Sunday و هر روزی یک شنبه انجام میداد وظیفه خانگیش رو خب ویدیو دراز نشود در همینجا درس امروزه را به انجام میرسانیم و از درس آینده باز تمرین کار میکنیم خب این بود درس 21 از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم تا درس های نوبتی خداحافظ